به نام خدا، عرض سلام و وقت بخیر. مهدی هستم، روانشناس بالینی و طرحواره درمانگر. مبحثی که قرار هستش طی جلسات آتی خدمتتون ارائه بدیم بحث آشنایی با حفره‌های شخصیت هستش. حفره‌های شخصیت یا تله‌های زندگی اون ویژگی‌های ناخودآگاهی هستش که در دوره کودکی در فرد شکل پیدا کرده. حفره‌های شخصیت یا تله‌های زندگی تحت تاثیر عوامل متعددی که به اونها اشاره خواهد شد در دوره کودکی در فرد شکل پیدا کردن و این ویژگی‌ها در دوره بزرگسالی خود را در موقعیت‌های متفاوتی بازنمایی می‌کنند. این بازنمایی‌ها به شکلی هستش که به صورت ناهوشیار در موقعیت‌های خاص یه جورایی یقه فرد رو میگیرن و باعث میشن که متاسفانه فرد گیر داستان‌هایی در زندگیش بیفته که نتونه با اونها چگونه رفتار بکنه و آسیب ببینه. طنز تلخ تاریخ حفره‌های شخصیتی این هستش که این حفره‌ها در دوره‌های مختلف زندگی در شرایط یکسان تکرار میشن. یعنی اگر فردی حفره شخصیتیش برگرفته شده از تلی شکست باشه، هر وقت در موقعیتی قرار میگیره که باید تلاش بکنه و به موفقیت دست پیدا بکنه، در کمال تعجب به سمت رفتارهایی حرکت میکنه که فرد رو به سمت شکست ببره. یعنی فرد به جای اینکه بتونه موفقیت کسب بکنه، چیزی که همه آدم ها دنبال اون هستن تا بهش دست پیدا بکنن، این فرد فعالیتاش به سمتی حرکت میکنه که او را به سمت شکست و ناامیدی سوق بده. مطالبی که خدمتتون ارائه میشه برگرفته شده از کتاب زندگی خود را دوباره بیافرینید، نویسنده جفری یانگ هستش که ما سعی کردیم در این کتاب و مباحثی که برگرفته شده از این کتاب هستند حفره‌های شخصیتی را به شما عزیزان بشناسانیم و در گام اول کمک بکنیم تا بتونید این حفره‌ها را بشناسید و در گام دوم با شناخت اونها سعی بکنید که در راه تغییر دادن خود و این حفره‌ها گام بردارید. همونطور که در مورد طنز تلخ تاریخ برای شما صحبت کردیم و گفتیم که این حفره‌ها بارها و بارها یقه فرد را در موقعیت‌های متفاوت میگیرند، میچسبند و باعث به وجود اومدن مشکلات میشن، بخش امید بخش داستان این هستش که فرد میتونه به کمک فعالیت هایی که بعضن در مواقعی که شدت این حفره ها شدید نیست، شدت این تله ها شدید نیست، توسط خود فرد و تکنیک هایی که خدمت شما ارائه خواهد شد و در شرایطی که شدت این تله ها و این حفره ها زیادتر باشه، به کمک یک درمانگر، به کمک یک طرحواره درمانگر بتونه از پس این حفره ها بر بیاد و بتونه یه جورهایی اون حفره ها را پر بکنه، اون تله ها رو از بین ببره تا در اونها گرفتار نشه. اگر بخوایم یک مرور اجمالی بر روی طرحواره ها، تله ها یا حفره های شخصیتی داشته باشیم، چند تا از این تله ها را که قرار هستش در موردش صحبت بکنیم به صورت گذرا خدمتون توضیح میدم و بعد به صورت مفصل خدمتون ارائه خواهد شد. اولین حفره و شاید یکی از بزرگترین حفره های شخصیتی رها شدگی هستش. افرادی که این حفره را دارن همیشه نگران رها شدن، ترک شدن، از دست دادن یا طرد شدن توسط دیگران دارند و این باعث میشه که همیشه نگران و مستعسل و مضطرب باشن که نکنه دیگران آنها را رها بکنن. به خاطر ترس از این رها شدن چسبندگی زیادی به سایر افراد دارن.
تله یا حفره دوم بی‌اعتمادی هستش که افرادی که این تله رو دارن همیشه نسبت به دیگران بی‌اعتماد هستند، باور ندارن افراد را و هر وقت هر رفتاری رو از دیگران میبینن اون رو از زاویه بی‌اعتمادی توجیه و تفسیر میکنن و خود همین خب طبیعتا میتونه مشکلات زیادی در فعالیت‌های ارتباطی برای فرد ایجاد بکنه. سومین حفره شخصیتی وابستگیه. افرادی که حفره وابستگی را دارن همونطور که از اسمش مشخصه به شدت به دیگران وابسته هستن، کارهاشون را به تنهایی نمیتونن انجام بدن و برای انجام کارهاشون نیاز دارن فردی کنارشون باشه، همراهیشون بکنه، تاییدشون بکنه تا بتونن کارهاشون رو انجام بدن. حفره شخصیتی بعدی آسیب پذیری هست. افرادی که حفره آسیب پذیری را دارند همش نگران این هستند که آسیب ببینن، بیمار بشن، ضرر بکنن یا موقعیت‌های اجتماعی و شغلی را که دارن از دست بدن. حفره بعدی که در موردش صحبت خواهیم کرد محرومیت هیجانی. کسانی که این حفره، این تله را دارن همش این تفکر رو دارن که کسی دوستشون نداره، دوست داشتنی نیستن و باور ندارن که کسی دوستشون داره یا اونها دوست داشتنی هستن. حفره بعدی که در موردش صحبت خواهیم کرد طرد اجتماعی. افرادی که طرد یا انزوای اجتماعی را دارن در محیطی زندگی میکنن که خودشون رو تافته جدا بافته از بقیه افراد، گروه ها و جامعه میدونن و به خاطر این همیشه منزوی و تنها هستند. تله بعدی یا حفره بعدی که در موردش صحبت خواهیم کرد تله یا حفره نقص شرم هستش که افرادی که این تله یا این حفره رو دارن همیشه بر این باور هستند که یک نقص واقعی یا یک نقص تخیلی دارن و به خاطر این نقصشون همیشه احساس شرم میکنن. به خاطر این نقصشون از افراد فاصله میگیرن، دوری میگیرن، اعتماد به نفس پایینی دارن، خودباوری پایینی دارن و خودشون رو اون جوری که باید نمیپذیرن، قبول ندارن و نسبت به خودشون اون ترس و نگرانی رو دارن که به خاطر نقصی که دارن مورد تایید پذیرش قرار نگیرند و بابت اون احساس شرم میکنن. حفره شکست را به صورت کلی توضیح دادم خدمتتون. افرادی که این حفره را دارند همیشه مسیر زندگیشون به سمت شکست پیش میره و بارها و بارها در فعالیت‌های شغلی، اجتماعی، ازدواج یا حتی پیدا کردن دوست ممکنه که شکست بخورند و اون نتیجه‌ای که باید و شاید و انتظار دارند به دست بیارن رو به دست نیارن. و اما حفره شخصیتی اطاعت در افرادی وجود داره که همیشه خودشون رو ملزم میدونن از منابع قدرت و افرادی که در اطرافشون هستن اطاعت بکنن، پذیرش حرف دیگران، تابعیت از حرف دیگران و گوش به فرمانی از ویژگی‌های افرادی هستش که حفره شخصیتی آنها اطاعت هستش. و اما حفره بعدی معیارهای سختگیرانه. افرادی که این حفره شخصیتی را دارند افرادی هستند که قواعد بسیار سفت و سخت برای خودشون قائلن. قوانینشون بسیار غیر قابل انعطاف هستش، نسبت به رفتار خودشون سختگیر و رفتار دیگران سختگیر هستند و باور دارند یا یک چیز باید به شکل کامل انجام بگیره و یا اگر انجام نگیره بهتره که اصلا انجامش ندن و این باعث میشه که این سختگیری خودشون و دیگران را اذیت بکنه. و اما آخرین حفره شخصیتی که در مورد اون با همدیگه صحبت خواهیم کرد و در موردش بحث خواهیم کرد بحث استحقاق هستش. حفره استحقاق در افرادی شکل پیدا میکنه که خودشون را بالاتر و برتر از دیگران میدانند و اصطلاح عامیانه شبیه کسانی هستند که از دماغ فیل افتادن، خودشون را بیشتر میبینند، برتر میدونند و دیگران را پایین دستتر از خودشون میدونند، خودخواه هستند، فقط خودشون را در مدار توجه و دریافت خدمات میدونند و حضور دیگران صرفاً برای این هستش که نیازهای اونها را برآورده بکنه. این کلیاتی بود که در مورد مباحثی که در وایس های آتی خدمتتون ارائه خواهد شد
گفته شد. امیدوارم که بتونه این مباحث برای شما مثمر الثمر باشه. آرزوی موفقیت براتون دارم و تا وایس بعدی شما را به خدا میسپارم. وقتتون بخیر. خدا نگهدار.